ببین منو جان بزن بهش. بزنم؟ بزن داره بزن. نه با لگد انگشت بزن اینجا بزن. مشکل نداره. تو منو بیدار کردی. چه روحیه ظریف. حالا فوت کن. فوت کنم؟ موهام خراب کرد. چه موهای زیبایی داری. حالا بزنم. منو کشتی. تموم شد. پاشو چیه؟ بعد که من انداختی تو چاله. وقت چالش بود دیگه بابا جان. همین بود چالش. حالا قرار بود حساب کنی. کیوان پسرم حساب کن. من حساب می‌کنم. خیلی خوش اومدید. در خدمت شما. ببخشید تور چی داری؟ تور میتونی تشریف ببرید. وان 6 و 200 کیش 700. کیش یه بار رفتم وانم خونه داریم. جای دیگه چی داری؟ گرون باشه که میخواد یه تور دیگه چی داری؟ چون من و پدر مجرد هستیم. مجردی می‌خوام بریم. چی دارین تور دیگه؟ ارمنستان میتونی تشریف ببرید 16 و 900. گرجستان 17 و 400. خب اینم که نه دیگه. نه حوصله ندارم. دیگه چی داری؟ استانبول 18 و 900. دوست دارم بابا. استانبول سمنان اونورتره. استانبول از جاجود قدیم میندازم. آره استانبول ول کن. دیگه خانم چی داری توی دبی داریم 29 و 500. سبی نداره. نه جای دیگه. مجردی میخوام. مجردی فکر کنم فهمیدم. تور مالزی 60. مالدی چیه؟ مالزی نه اون نه. اون چیز دیگه است. ولی اگه لطفا این نزدیکای مالزی این یه قربونت برم مثلا یه پیشنهاد خفن دارم مخصوص پدره. تایلند. آفرین. جای خوبیه. دقیقاً. تایلند. بله. حرفی نداره. چند از تایلند؟ 67 میلیون. 7 میلیون. هرچی گرون‌تر باشه بهتر. میخوام این روش کم کنم. من چرا نیا؟ من با عنوان راهنما باید بیام با. تاماد بیا. خب اگه اشکال نداره. پدر پسری میشه. البته که بله هیچ محدودیت سنی هم نداریم. اما جان تایلند میگذریم. یه پیشنهاد عجیباً غریب و تایلند الان گذاشتیم کنار. اصلا یه چیز بهتر. حالا هیچ نگو چی میگی بگو. بله خانم بفرمایید. یه سفر لوکس با امکانات هتل 5 ستاره، خودش هم روی آب، کشتی کروز 78 700. این بود کم میشه با این. خوبه نمازخونه داره جای نماز بخونی؟ سخت و براتون میگم بزنن یه نمازخونه. میشه فضای به نظرم بد نیست. این خوبه. به نظر فرموده چند؟ 78 و 700. البته نگران نباشید. مختصر این خانم گشت شماست همینجاست. خاتمگشت چند ساله تنها. پس همینو بی زحمت دستتون در این زنده نشو. این نفهمیدم مال اختیار دست بچه میفته. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.